همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود به همه شما دوستان و همراهان پیک شادی. برنامه امروز رو با عرض تسلیت به دلیل فاجعه سیل در بسیاری از استانهای میهنمون آغاز میکنیم. برای هموطنان مصیبت دیده و خانواده های قربانیان آرزوی صبر و بردباری داریم و باز هم بر این باور مشترک تاکید میکنیم که اونچه که هموطنان ما رو در برابر بلایای طبیعی بی‌دفاع و بی‌پناه کرده چیزی جز سیاست‌های چپاولگرانه دیکتاتوری ولایت فقیه نیست. وجود منحوس این رژیم ضد مردمی منشأ همه ویرانی‌ها و خسارت‌ها و تباهی‌ها در میهن ما هستش. در رابطه با اونچه که آخوندها و مهره‌های حکومتی در جریان همین سیل ویرانگر انجام دادن در قسمت‌های بعدی برنامه البته صحبت خواهیم کرد. اما اگه موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه که طبق معمول خبر تو خبر هست. هفته خبر تو خبر داره براتون از روزه عظما برای امام جمعه های بیمغزش. خطبه ها بایستی پرمغز باشد، آموزنده باشد، پاسخ به سوالات مردم باشد. سوالاتی وجود داره در خطبه بدون اینکه شما اشاره کنید به سوال میتوانید پاسخ اون سوالی که در ذهن مردم هست این رو بیان کنید. حالا این شما و این هم یه نمونه از خطبه های پرمغز خرچنگ بیمغز ولایت. بسیاری از کسانی که بی حجابی میکنند تحریف کردن حرف مرا، شل حجابی و بعد حجابی رو هم اضافه کردن، اونم گناهه، اما من بی حجابی رو گفتم بسیاری از این بی‌حجاب ها برخواسته از همین خانواده هایی هستند که تدین ندارند. این حرفی بود. اصلا تو کلامم اسمی از دزدها نبود. ثانیاً کلمه دزد رو من اصلا نگفتم، هم تلویزیون پخش کرد دیدن عزیزان و هم مکتوبی که بنده تمام خطبه را از اول تا آخر می نویسم. این خرچنگ ولایت نه مغز داره نه حافظه. یادش نیست که 10 روز قبلش دقیقاً از دزدها اسم آورده بود. بزرگ شمردن گناهی به معنای تحقیر گناه دیگر نیست. دزدی گناه، اختلاس گناه، بی‌حجابی هم گناه و اتفاقا بسیاری از این بی‌حجاب ها زن و بچه همون دزدا هستن. اینطور که پیداست عظما از فشار بحران ها بدجوری رم کرده. توی این وضعیت درب و داغون تنها کاری که از پاسدارای وارفته برمیاد لاف زدن و قمپوز در کردنه. شما امروز ماهواره پرتاب میکنید، شما امروز دانش هسته‌ای دارید، شما پالایشگاه میسازید،
نیروگاه میسازید، بالگرد میسازید، هواپیما میسازید. در جنگ الکترونیک جزء قدرت‌های تراز اول جهان هستید. در سایبر پیش رفته اید. فناوری نانو دارید. این کشور در تحریم به این پدیده ها رسید. خالی هایی که بست قطعاً یه چنین بلایی سر سقف میاره. یکی نیست به این پاسدار سلامی بگه برو یه سری به فضای مجازی بزن تا نانو و الکترونیک و این حرفا رو یادت بره. دشمنان بدانند ما از تحریم نمی ترسیم. ما 2 ماه دنبال کابین بنز گشتیم، اما به علت تحریم نتوانستیم پیدا کنیم. اما ما با همین ماشین بدون کابین به تمام نقطه دنیا بار خواهیم زد. این هم یه نمونه دیگه از دستاوردهای نظام در صنعت خودروسازی. آقایون راننده سلام. جنس اصلی مثلا از کشور هلند اومده، روی برندش نگاه کنی همه چیز مثلا از هلند اومده، بعد عکس یه دونه مرسدس بنز گذاشته روش زده یا ابوالفضل. یه چیزی رو پاسدار سلامی یادش رفت بگه، تولیدات بازی کامپیوتری هم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته. آهای پاسدار سلامی، تو قیمت شلیل و هلو رو تنظیم کن، پهپاد و نانو پیشکش. من یه بازنشستم، امروز رفتم میوه بخرم، زورم نمیرسه میوه درست بخرم، رفتم از بازار روز تره‌بار میوه خریدم. خودتون ببینید این شلیله کیلویی 20,000 تومان. این آشغالو با من حساب کرده. این سیبشه، این سیبه. ای لعنت به قبرت بیاد، ای لعنت به قبرتون بیاد. آخه این کیلو 20,000 تومان. این خدا رو خوش میاد این شلیل. آخه اینو جلو سگ بریزی نمیخوره، به زور میریزن تو پلاستیک نمیذارم سوا کنی، همینجوری میریزن جلو. ای لعنت به قبرتون بیاد. خب بچه از دلش میخواد. آخه من بچه خاکی دوست دارم کنم. وضعیت طوری شده که هر اقتصاددانی هم که بیاد ماکسیموم کاری که میتونه برای اقتصاد ایران بکنه اینه. اگه سوالتون شده که آخوند رئیسی کجاست، این کلیپ رو ببینید. رفته بود ژست کمک بگیره، مردم زدن به تیپ و تاپش. قبل پیشگیری درمان خوبه، نه که الان همه ناموسمون و همه چی بابا بل کن. چی نمیگی من نگم؟ داری بده حرفشو بزنه. آقا زندگی ما رفته. آقا زندگی ما خاکم. داداشم از این حسین درش داریم. من خونمو نمیخوام. داداشمو بیار. من حرف بدارم نمیخوام. من انشالله به درد نمیخوره. الان نودل خوب. آخوند رئیسی و موراش تنها کاری که در جریان این سیل کردن گرفتن عکس سلفی و از این جور ادا و اطواراست. مشنگستان این هفته رو با یادآوری جمله از امام مشنگا شروع میکنیم که خودش به اندازه کافی گویاست. حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد
اهمیتش بیشتره. حالا ببینید بعد از این همه سال چه بر سر نظام ولایت اومده. تو شهر املش امام جمعه خامنه‌ای رفته کشتی بگیره، مردم با صدای شغال فراریش میدن. وضعیت طوری شده که صدای آخوندام در اومده و چنین اعترافاتی میکنن. آقا مسئولین مملکت 1 سال پیش، الان آخر تیره، قبلا دیگه تو هم انتخابات 1 میلیون مسکن وعده دادند. خب از اونا بخواید جناب رهبر معظم که 1 میلیون چی شد؟ این وعده‌ای که دادید چی شد؟ وعده های انتخاباتی رو مسئولین عمل کنن، فوری خانم‌ها چادر سرشون میکن، روسری سرشون میکن. خب اونم گناه اجتماعیه. میگه دروغگو دشمن خدا نیست. جایی نگفتن بی حجاب دشمن خداست، ولی دروغگو دشمن خداست. نه حالا این دولت رو میگم، دولت قبلی هم همینطور، دولت‌های قبلی هم همینطور. 40 سال است به مردم وعده میدیم، عمل نمی‌کنیم. بعد میگویم مردم چرا بیدین شد، چرا دخترها لجبازی میکن. حالا یه سری بریم به شهرداری تهران ببینیم دزدا برای مقابله با سیل چه غلطی دارن میکنن. عظما میخواست همه دولت رئیسی رو حلوا کنن، اما کار به جایی رسیده که این پاسدار قاسمی هم اعتراف میکنه که دولت رئیسی ورشکسته شده. به نظر من دولت آقای رئیسی با تفکراتی که داشتن شکل نگرفته اصلا. این دولت این دولتی که الان هست دولت آقای رئیسی نیست، دولت تفکرات آقای رئیسی نیست. اینکه از کجا این آدما شارژ میشن، چه جورین و چرا جیگر ندارن که حجامت بکنن و 80% پیکره همون آدما با همون تفکرات هستند. هنوز اینها این بهترین طرحهای طلایی ترین طرحها داشته باشه اجرا نمیشه. این هم یه تصویر نمادین از دولت آخوند رئیسی در جاده بحرانهای نظام. هم برايد م7 ارواح ضرب يا اي بالفكرات اللي اشتغلت لا والله هلا بالبرايد هلا. مردم هم از هر فرصتی برای کف گرگی زدن تو فیس آخوندا استفاده میکنن. خدا رو شکر مسئله پیاویه از حل شد. خدا تداوی دیگه مسئولی اندیشیدن و انشالله که خدا عاقبت به خیرشون کنه. توانشون بده که هجاب کار خودش رو خدا توانشون بده که بتونن چطور همیشه این مدیریت رو داشته باشن. همین که خدا رو شکر بارندگی شد و خیلی از خانم‌ها هجاب سر کردن، بازم خودش خیلی مسئله هجاب باعث شد که خدا رو شکر بارندگی بشه. به خاطر همین بوده، به خاطر که هجابشون سر کردن بارندگی شد. دزدی و دروغگوی آخوندا اینا هیچ مشکلی نداره، فقط مشکل این بی‌حجابی بود. این هم خدا رو شکر برطرف شد. این هم یه نمونه دیگه از کنایه‌های اینترنتی به 6 کلاسه دروغگو. بابا جان من. بله بابا. باریکلا بابا، درست قشنگ بخون، لیسانس بگیر. من خودم هرچی مخوای برات میخرم، هیچ کوتاهی هم برات نمیکنم. من تا کلاس 6 بیشتر نمیخونم. چرا بابا؟ خاطر میخوام رئیس جمهور بشم. اعضای استبل ولایت شرم رو خوردن و حیا رو قی کردن. یه نمونه رو بدون شرح ببینید. سبزش بکنید، گلکاری بکنید، یک کاری بکنید که در تاریخ کرمانشاه بی سابقه باشه. اگه من بخوام بگم که آقا
چه کارهای تبلیغاتی انجام بدین نه در شأن بنده است نه در شأن شماست. سنگ تمام بذارید، چون اگر بنده رأی بیارم توی شهر نمادی از امام حسین بودم، امام حسین رأی آورده. بر محمد آل محمد صلوات. این هم ماشین ولایت و ادعاهای عظما برای پیشروی‌های نظام. حالا و به مناسبت گرمای هوا چند نمونه از سیستم‌های خنک کننده دانش بنیان را با هم می‌بینیم. این ربات پنکه است. شماره 2 این پنکه سیاره. آخریش هم دیگه جایی برای هیچ حرفی باقی نمیذاره. در پایان توجه شما رو به چند آموزش جالب شعبده بازی جلب می‌کنیم که هم ساده است و هم بسیار دیدنی. یک سال هست که از روی کار اومدن آخوند رئیسی میگذره و کارنامه یک ساله این جلاد از کارنامه کلاس ششمش هم مفتضح‌تر شده. یعنی وضعیت طوری شده که حتی مهرهای باند خامنه‌ای هم به ورشکستگی این دولت باسمه‌ای اعتراف میکنن و حتی مجلسی که قرار بود حامی آخوند رئیسی باشه اونم تبدیل به محلی برای لگدپرونی به رئیس جمهور نورچشمی عظما شده. حالا تو این وضعیت آخوند رئیسی چیکار میکنه؟ پاسخ روشنه. یا همچنان مشغول وعده درمانی و انشاءالله تراپیه، یا اینکه به تبعیت از رئیسش یعنی خامنه‌ای جلسه شعر میذاره. بله، دیکتاتورها و جلادا وقتی به ته خط میرسن یک باره شعر دوست و اهل ادب میشن. قطعه طنزی در همین رابطه آماده پخشه که با هم ببینیم. این هفته جمعی از لاشخورهای شاعر مسلک برای پاچه‌خواری به حیات ریاست جمهوری رفتند. بزغاله حقیر که تریاک می کشد، آری به جسم ناقص عظما غیر بود. ای اسکل خنگ خبرگان ترشی، منفورترین امام، ای رذل پلید. هر جا که علف بود چریدیم به دشت، تا گور رود اران که این گونه چرید. 6 کلاسه دروغگو هم آمد و بساط شعر و ور برپا شد. این جمع هر یکی ز طویل خرآورن. گفتم خرآورن، غلط بود خرترن. منو چرک و شروکی این نظام، منو یک سپاه دیریم دارام. نشده است تا نفسم تمام، برسان یه امامه یک منی. پدر سیدعلی در آمد که هسته و بمب هم نیامد که تحریم گاز و پتروشیمی و نفت عظما هم کرک و پر ندارد که این نظام تا ابد نمی ماند. می شود کله در نهایت که می کند واق واق سیدعلی چنگ و دندان ولی ندارد که
مجلس بسیار آنگوزمانی بود. کاهش تورم رو همونطور که وعده داده بودیم در اشعار دیدیم. ما با همین جماعت مشنگ سالی 1 میلیون شعر و ور به هم میبافیم. در انتها هم بنده یک 2 بیتی تقدیمتون میکنم. رئیسی هستم و کارم دروغ است، تمام وعده هایم کشک و دوغ است. شدم من در کلاس 6 رفوزه، هنوزم جای آن ضربه میسوزه. منم آن طوله محبوب عظما، و نقشم هست چون گوشکوب عظما. مرا عظما در این دولت چپانده، چرا؟ چون چیزی از عمرش نمانده. الا عظما که وضع تو پتال است، کنون جای بیان این سؤال است. چو از صندوق مرا بیرون آوردی، نهار خیش خوردی یا نخوردی؟ شما نهار خوردی؟ خامنه‌ای در موقعیت بسیار ترسناکی قرار داره. فقط کافیه خبرهای این روزها رو کنار هم بذاریم تا بلافاصله به همین نتیجه گیری که خدمتتون عرض کردم برسیم. از یه طرف خبرهای مربوط به جنگ و دعواهای باندی و درون باندیه، از طرف دیگه خبرهای مربوط به کسادی بازار آخوندها و از رونق افتادن جمعه بازاراشونه و به همه اینها هم خبرهای مربوط به گوشمالی دادن آخوندها توسط مردم رو هم اضافه بکنید. خلاصه اینکه خامنه‌ای و مهرهای عمامه‌دار و بی عمامش همه جوره از همه طرف دارن بز میارن. بریم مهمون آقا جونینا بشیم و ببینیم این هفته چی برای آخوندها تدارک دیدن. او بو سوختیم ری ما نفهمیدیم این چله تابستون پارک اومدن آخه برای چیه دیگه. هفته باش داره زوم میکنه با حضرت عباس. خداوندگارا ما به درک دهن خورشید آسار شد انقدر تابید. فردا پس فردا خراب میشه بدبخت میشیم ها. یه خورده بهش استراحت بده. خب چقدر قار میزنی؟ ما رو بگو گفتیم روز جمعه شما رو ببریم پیکنیک. آره اتفاقا الان احساس میکنم روی پیکنیک نشستیم یک کم سماق بهم بزنی کباب خوبی در میاد. اینجا رو آقا سفتر نوشته تو ایتالیا در دمای 32 درجه 15 نفر مردن. به جاش تو ایران تو دمای 40 درجه آقا جان نشسته چایی میخوره. نه اینکه تو بستنی فروشی داری پدرتو میبری آلاسکا بهش میدی؟ خب غیر از چای چیز دیگه گیرم نمیاد که بچه جان. مجبورم، میفهمی؟ مجبور. خب آقا جان اگه آخوندها تو این مملکت کار و شغل نذاشتنم تقصیر منه؟ آقا سفتر راست میگه دیگه. این بیچاره و بدبخت معصوم که تقصیر نگاره قربانتو برم. من نفهمیدم تو الان تعریفم کردی یا تخریب؟ تو که جای تعریف نداری بابا. آقا سفتر تیبولا میسر جهت اطلاع همین الان موتورسیکلت ایرانی شده 24 میلیون، چاقوی زامندار 400,000 تومان، شلوار 6 جیبه 600,000 تومان. یعنی این خسرو شما واسه خفگیر شدن هم الان به 25 میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز داره. بگفتی چی میگم تیبولا میسر؟ مثال بهتر نبود بزنی؟ حالا مثلا خودت با این خرج و مخارج دانشگاه رفتنت چه گلی میخوای به سر پدرت بزنی؟ مدرک ما بگیرم همه چی درست میشه. آقا رو جهت اطلاع از عجایب مملکتی که توش آخونده اینه که اینجا با پول میتونی مدرک بخری ولی با مدرک نمیتونی پول در بیاری. بگفتی چی گفتم؟ بسته دیگه. ناسلامتی روز جمعه اومدیم پیکنیک خوش بگذرونیم. آقا جان وسط این خوشگذرانی پیکنیک بهت یادآوری بکنم که صاحبخانه گفت اجاره این ماه خونه رو با 3 ماه که عقب افتاده آماده بکن که فردا صبح میام میگیرم. اجاره خونه؟ از کجا بیارم؟ از سر قبر پدرت بیارم؟ من چه میدانم، با خودش بگو. خب آها یه فکری به ذهنم زد آقا سفتر. قبل از اینکه صاحبخونه واسه اجاره بیاد از خونه فرار کنیم بریم یه جای ارزونتر بگیریم. ارزونتر؟ عمو جان مثل اینکه خبر نداری رئیس جمهور 6 کلاسه با گرونیا آب خوردن و هم واسه ما فقرا مشکل کرده. خونه ارزون کجا بود عمو جان؟ خوب از چند جا سوال کنیم شاید یه جا ارزونتر گیرمون اومد آقا سفتر. ببین من پیگیریامو کردم.
اتفاقا چند روز پیش رفتم معاملات املاکی سر کوچه، بهش گفتم جعفر آقا با 10 تومن پیش ماهی 1 تومن جایی داری؟ داشت. آره، دستاشو باز کرد گفت بیا بغلم. عجب آدم مهربانیه این جعفر آقا. چرت و پرت نگو پسر. آهای آقای قرض زده، بیا اینجا ببینم این چه ریخت و قیافه تو مملکت ولای ما رو انداختی؟ باز این آخون پر روی پیدا شد. آهای روزه خان، چه کار جوون ملت داری؟ آخه من با اون کار دارم نه با شما. ما هم با تو کار داریم نه با اونا. چی کار جوون ملت داری؟ چرا بی خودی بهشون گیر میدی؟ آقا جان مملکت قانون داره، فکل و کروات استکباری تو نظام مقدس ولایی ممنوعه. جرم آقا، جرم. این که شما هنوز اینجا حضور دارین واسه ما جرمه. نباید میذاشتیم عمرتون به 43 سال هم بکشه. ببینم کراوات مردمم به مقام عظماتون فشار میاره؟ اگه راست میگی این سوالو جواب بده. فلسفه این کراوات زدن چیه؟ نه گرم میکنه آدمو نه سرد. باشه، ولی تو قبلش بگو فلسفه امام روی سره چیه؟ تازه همچین هم سیف بستی که خون به مغز دارم نمیرسه. ببین روزه خون، اگه یه بار دیگه تو این محل ببینمت به جوونا گیر میدی، میدمت دست خسرومون واسه شام شب به سیخ بکشتت. چخه؟ آقا جان در رفت. برخورد کارگزارای رژیم با سیلی که در هفته گذشته جاری شد واقعاً سوهانی بود بر اعصاب مردم ایران و باید بگیم به لحاظ روحی تأثیراتش کمتر از خود سیل نبود. در گفتگوی این هفتهمون میپردازیم به واکنش کارگزاران رژیم به این سیل. ببین امید، میبخشی یه دفعه اومدم وسط صحبت. بله. تو چنان میگی واکنش، انگار مثلا این وحوش رفتن یه کاری کردن. منظور همین دلغک بازی و مسخره بازی ها و کارهای مبتذلی که رفتن. بله. پس دقیق تر بگیم نگاهی داریم به این تیکش رو من از جانب تو بگم. بله. نگاهی داریم به دلغک بازی ها و هزل بازی های کارگزاران رژیم. درسته. بله این سیل اگرچه خب برای مردم ایران فاجعه هست، ولی برای آدم های رژیم فرصت برای دیده شدن، چون یک عقده حقارت تاریخی هم دارن از کودکی که دیده نشدن هیچ جا، دوست دارن با هر بهانه‌ای دیده بشن. بله. سردمدار این موج ابتذال پاسداری بود به نام زاکانی که آخور شهرداری تهران الان تعبیر میشه. بله. اونجا میچره. اما که یه بارم پروندهشو باز کردیم توی یکی دیگه از برنامه‌ها که بله. معدل تحصیلیش بالاترین نمرش 4.25 بود اگه یادت باشه. انقدر این نمره مشعشعی که الان فکر کنم تو 6 7 ماه یادت مونده 4.25. خیلی عجیبه واقعا. این پاسدار زاکانی خب بله همونجوری گفتی تو گفتگوهای پیکی شده یه سلسله بحث داشتیم سر جانور شناسی که سلامی رو بررسی کردیم، حاجی زاده رو بررسی، تیره های مختلف حیواناتی که دور و بر خامنه‌ای هستن رو بررسی کردیم. پاسدار زاکانی هم در تیره بسیجی‌ها بهش پرداختیم. یکی از عجیب ترین ها یکی از پارادوکس های علم زاکانیه، چون در حالی که دیپلم نداره یا دیپلمش زیر شک و شبهه شدید هست، معتقده یا ادعا داره که مدرک پزشکی هسته‌ای گرفته. من میگم اگر همینو بنویسه مدرک پزشکی هسته‌ای، من فوق دکتراش هم قبول دارم. یعنی فقط بتونه بنویسه اینو. این پاسدار سیل آمد، همونجوری گفتیم عقده شخصیتی داره که اونقدر از چون اینا هم از تیپ‌های متعفن جامعه هستن، انگل‌های جامعه هستن، سیل رو غنیمت دید که دیده بشه، برای همین سراسیمه با 2 پا پرید وسط سیل و اصرار هم داشت که تو شات‌ها حتما پاش تو گل باشه تا زانو یا بعضن تا بالای یه ذره پایین‌تر از زانو، و بیشتر اگر خیلی هم حساس بود که اگه سرش هم دیده نمیشه پاش حتما تو گل دیده بشه. این عکس ها که حالا خوبه یکی دو موردش هم، چون عکس زیاد بود، یکی دو موردش با هم ببینیم تا ببینیم که وقتی میگیم موج ابتذال منظورمون چیه. اگر میشه این عکس های 2 تا عکس از این زاکانی در سیلاب رو نشون بدید. بله این پاسدار میگه بابک حالا مثلا نمیشد همین حرفایی که داره تو اون جمع میزنه بره یه جای خشکی گیر بیاره وایسه، حتما با تو گل وای میستاد بحث میکرد با اینا؟ جواب این سوال میدونی، این اصلا طراحی کرده بود همچین چیزی بشه، این بره همچین کاری بکنه. چون فکر می‌کنیم مثلا این تو شهرداری تهران طراحی میکنه خیابون بسازه، نمیدونم اتوبوس بخره، این طراحی میکنه همین کارا، همین دلغک بازی ها. بعد دیدن خیلی فضاحت شد، خشم مردم، فرض کنید مردم در یک فاجعه‌ای
بعد یه آدمی که مثلا شهردار تهرانه وسط کانون دلقک بازی در میاره. آدم‌های رسانه‌ایش دیدن خیلی موجب نفرت شده، اومدن گفتن که خب این سراسیمه چون بهش خبر سیل رو دادن دیگه وقت نداشت چکمه بپوشه، سراسیمه رفت. حالا ما گفتیم خب الحمدلله که وسط کار بود، اگه مثلا وسط استراحت بود با همون وضعیت میرفت که خیلی فضاحت بیشتری میشد. البته زاکانی میرفت این برای دیده شدن، میگه این شعارش اینه زاکانی، بدنامی بهتر از گمنامیه. هنوز این نشده بود، یه عکسای جدید ازش در اومد که این عکس‌ها هم جالبه، اینها رو هم ببینیم. حالا بابا میگم که این موقع رفتن به سیل میگی مثلا گفتی سراسیمه رفت، الان که برگشت محل کار و تو اتاق ایناست که دیگه سراسیمه نبود، مثلا میتونست تو پارکینگ کفشش رو عوض کنه، یه ذره آمادگی کنه، نره با گرد. آدم معقول باید این کارو میکرد، آدم معقول که اصلا این کارا رو نمیکرد. حالا برفرضم که سراسیمه بود یا اصلا وقت نداشتی چکمه بیار از اون رفتی، خب برگشتن هم که شما میگفتید. حالا از این بدتر، حالا برگشتی یک فیلمبردارم گذاشته فقط از پای این فیلم عکس میگیره، خودش هم یه جاهای با موبایلش فقط از پاش عکس میگیره. خب سوال آتن لش تو شهرداری تهران فقط ماده سر زدن این شهردار به سیل شد که این بنده خدای سرایدار شهرداری تهران راه بیفته با یه سطل با یه تیه کنفی جای پای این شهردار رو تمیز کنه. اونقدر باز همین کار مفتزه بود، هیچیش به هیچیش نمیخورد که مردم تو فضای مجازی، حالا بگذاریم از اون کامنت‌های خشم و نفرتشون، یه عکس گذاشتن گفتن قیافه زاکانه تو سیل بعدی اینطوری، اون عکس هم ببینیم جالبه. یه گفتن میگم اون یکی رو سراسیمه با پا رفته تو گل، این بعدی رو چیزی که به نصیبش نشد جز نفرت، این دفعه گفته با کله برم که ببینم چیزی گیرم بیاد. البته یه نکته هم بگم امید، حالا خارج از این بحثا، یه بخشش خب اینا به لحاظ شخصیتی همینقدر حقیر و توهی و فاقد ارزش‌های انسانی هستن، ولی یه بخشش هم میترسن که این اتفاقات تبدیل به جرقه بشه، چون مثلا وزیر کشور رژیم هم رفته بود، سراسیمه خودشونو میرسونن که بگن ما کنار مردم میزنن، مثلا از اون شورش و اون وضعیت انفجاری رو تخفیف بدن که بیشتر موجب خشم میشن با این دلقک بازیاشون. این داستان سیل بازی ادامه داشت. یه دفعه نماینده‌های مجلس خامنه‌ای هم گفتن زاکانی رفته ما نریم، فکر کردن مثلا بوی کباب شنیدن، نمی‌دونن اونجا خرداغ میکنن. اینا هم بلند شدن پریدن دو پا تو سیل. ماده کار این جانورا رفتن اونجا این شد که البته اینا که هر جا میرن میدونید که به صورت سرزده، ولی یه تیم فیلمبردار با گرانترین موبایل اونا هم سرزده با خودشون میبرن. ماده کار اینها هم شد یک عکس پرسنلی وسط سیل که همشون هم 4 چشمی دارن به دوربین نگاه میکنن و معطل کردن یک لودر شهری که بهش میگن بابکت که اصلا مخصوص این کار سیله، که این بابکتی که باید بره مسائل مردم رو حل کنه، این شده بود تاکسی این تنلشا اینا رو جابجا میکرد که خوب این تصاویر و این فیلم رو هم ببینیم. بله. این عکس انقدر مفتضح بود، این عکس و این کار این فیلم اینا انقدر مفتضح بود که خود روزنامه رژیم دیدیم نوشته بودن ای کاش قبل از سیل آستین بالا میزدید، نه وسط سیل پاچه ها رو بالا بزنید. یعنی یه اعضای شد که دیگه خود مردشون. بله خود مردشون، خود اونایی که این حرفو میزنن خودشون هم عقده دیده شدن دارن. ببین اینا دیگه چه شورش رو در آوردن که اونا با اینا متلک مینداختن. ولی این داستان بلا انقطاع ادامه داشت. حتی مثلا یه پاسداری داره، فرمانده سپاه تهران هست، پاسدار جنایتکاری است که مسئول کشتار مردم تهرانه، اسمش از پاسدار حسن زاده. اینم با لباس رسمی پاسداری چند کیلو درجه، در جای پاسدارا کیلویی دیگه، دیدی اصلا جا نمیشه روشون نشون. اونجا عقده دارن، اون درجه کوچیک‌تر میزد. نگاه کن، اگه نگاه کنی درجه خیلی بزرگی، یه شال هم گردنش، اینم پرید 2 تا بیل کشید، اونم خیلی سرزده مونتا با همون اکیپ فیلمبرداری. بله اونا هم باشون سرزده. اینا اصلا کلا مقامات رژیم همیشه یه تیم فیلمبرداری سرزده کنارشون هست، اکیپ سرزده داره. بله 2 تا بیلم اون زد. خاندوزی وزیر اقتصاد دید اونم به تکاپو افتاد که نکنه یه داستانی ما از بی سرمون بی کلا بمونه. اونم اومد با چکمه وسط سیل. حالا بهش میگن آخه وزیر اقتصاد چه ربطی داره به سیل؟ هنوزم جواب این سوال رو نداده که آخه تو به سیل چی کار داری؟ که همین داستان ادامه داشت. تلویزیون رژیم بازخورد منفی این دلقک بازی ها رو که دید، رفت یه کارشناسی آورد که این کارشناسه مثلا این کارهای حجم و حظر و مبتذل اینا رو مالکشی کنه. حالا مالکشی اینم نگاه کنیم جالب است. مسئولین داره.
اون جنبه مسئولین یکیش به این برمیگرده که افرادی که نمایشی کار بکنن، یعنی وقتی که داره یه جا میره 3-4 نفر تیم عکاس و مستندساز و اینها یک مسئول با خودش میبره. خیلی وقتا مردم میگن اینجا اومدی کار مردم را بندازی، اومدی شبکه اجتماعی خودتو پر کنی، داستان چیه؟ عکس یادگاری بگیری. خب بله. در حادثه سیل اخیر این موج انتقادات به خاطر حضور شهردار، به خاطر حضور نمایندگان مجلس، حضور استاندار، حضور معاون اول رئیس جمهور، حضور وزرا، همه اینها خیلی حجمه شد که اینها آیا برای نمایش اومدن یا برای راه انداختن کار مردم. بله این دیگه بابا شبکه‌ایه که خود رژیم با صراحت و وقاحت داره میگه، خودش هم سوال میکنه برای شبکه اجتماعی بذارن دیگه، برای خودشون. بله همون که گفتی عزایی که مرد شور بگیری اصلا سوال، یعنی حجم ابتذال، حجم دلغک بازی اونقدر زیاده. آخه ببین در نظر بگیرید مردم وسط یک فاجعه، اینا مثلا کارگزار این مملکت هم باید برن کمک کنن. فاجعه سیل اومده خودشون میگن تو 29 استان مملکت رو داره سیل میبره. مسئله این جونورا اینه که چطوری عکس سلفی بگیرن، چطوری چکمه گلیشون بیفته، چطوری شواف کنن و نمایش و تبلیغات را بندازن. اونقدر که در موج منفی یه جامعه مجبور میشن این کارشناسشون بیاد رسما بگه ما نفهمیدیم، بالاخره رفتید کار کنید. مردم هم اینا رو بی پاسخ نذاشتن، این کارا اینا رو، یعنی جوابشون رو در کامنت ها دادن که فراوان. ولی یک کلیپی من دیدم از همین که در فضای مجازی مردم گذاشته بودن از عملکرد مسئولین نظام در سیل که اون هم جالبه که عملکرد اینا رو به مسخره گرفته بودن که اون هم با هم ببینیم، خالی از لطف نیست. بله البته بازم به نظرم به پای زاکانی نمی‌رسید. زاکانی اصلش از یعنی کپیش از اصلش کمتر بود. نمیرسید با کاری که زاکانی اینا کردن. ولی به هر حال نشون داد که آقا جون وقتی که دلغک بازی میکنی، وقتی حجر و ابتذال وارد میکنی، مردم هم اینطور جواب میدن. البته بیشتر مردم خشم و نفرتشون رو در شبکه اجتماعی نشون دادن که من اونجوری که اطلاع دارم گویا دوستان ما در همین پیک شادی به اون خواهند پرداخت. به طور خاص واکنش‌های منفی مردم به این موج ابتذال و عد و اطفار موضوع رژیم. اما برای آخر کار بگیم چون موضوع سیل و این داستان رژیم که تمام نشدنیه و بزرگترین مصیبت مردم ایران نه سیل نه زلزله همین رژیم هست و همین آدماشو در رأسش هم خامنه‌ای. ولی یک دونه سیل در ایران میاد که اون سیل باید سراسیمه فرار کنن، وقت چکمه پا کردن و کفش پا کردن هم ندارن. اون همون سیل قیام مردم ایرانه که وقتی که بیاد، من اونجا به زاکانی حق میدم که تو هر وضعیتی هست در وای نسته، دوربینش هم با خودش اصلا نبره، چون بهتره بدون دوربین بره که عکسی ازش جا گیر نیاد، چون اون سیل آنها را خواهد گرفت، پای میز محاکمه خواهد آورد و باید تقاص تمام این هرزکاری هاشون به جنایتاشون رو پس بدن و آخرش هم مردم ایران همه رو مچاله میکنن میندازن توی زباله‌دان تاریخ. خیلی متشکرم بابک از شرکت در گفتگوی این هفته پیک شادی و همراه با بینندگان عزیزمون برنامه رو ادامه میدیم. سلام. نمایش ریاکاری کارگزاران رژیم در بازدید از مناطق سیل زده به حدی فضاحتبار بود که داد رسانه‌های خود رژیم هم در اومد و با تیترهایی مثل سیل ریاکاری بهش واکنش نشون دادند، چون این حجم از ریاکاری برای امر و آس هم قفله و این خودش موضوعی شد که توی جنگ باندی کلی به تیپ و تاپ همدیگه زدن، مثل این رسانه که همه عکس‌های بازدید نمایشی زاکانی رو گذاشته و نوشته حضور مسئولین با کت‌شلوارهای اتو کشیده در مناطق حادثه دیده و دوربین هایی که آماده عکسبرداری از این نمایش مضحک و تکراری هستند نه تنها هیچ فایده‌ای ندارد و دردی را دوا نمی‌کند، بلکه باعث خشم و انزجار مردم از این اقدامات می‌شود. حالا ببینید که میزان خشم و انزجار تا چه حد بوده که اینجا زده بیرون. یه قلم فقط در فضای توییتر ملت هر چی تونستن بار اینا کردن.
دستاندرکاران حکومتی بعد از هر فاجعه مرگبار و حادثه‌های قابل کنترل به جای مهار بحران و مانع شدن از خسارت‌های بیشتر مثل خبرنگار عمل کرده. اونا هم میان فقط گزارش ویرانی‌ها رو میدن و کمی با لباس تنی با آب میزنن و بعدش همه چیز به روال قبلش برمیگرده و انگار که دیگه سیل و بلایی نخواهد اومد. در مورد شعاف زاکانی که با کت و شلوار پاشو گلی کرده بود، همه ملت دستشو خونده بودن و با انواع توییت‌های طنز بهش حالی کردن که دیگه هیچ کس فریب این نمایش‌های تو خالی رو نمیخوره. مثلا در این توییت این صحنه رو با تصاویری که قبلا گزارشگرهای مولا تیوی از مناطق سیل زده پخش کرده بودن مقایسه کردند که یعنی ما این فیلم ها رو برای نشون دادن همدردی تصنعی و خدمت به مردم کهنه کردیم آقا. و این کاربر هم یک کاریکاتور قدیمی از مالکشی گزارشگر صدا و سیما رو بازنشر کرده که خیلی با هشتگ زاکانی و سیل تهران همخونی داره. بینندگان عزیز، همانطور که مشاهده می‌فرمایید مسئول محترم وسطی با بیشترین حجم فرو رفته در آب به عنوان دلسوزترین مقام مسئول امروز شناخته شد. آخرین تصویر دریافتی از شهردار تهران در حال مدیریت جهادی. بعد ملت هنوز تو موج واکنش به سری اول عکس‌های زاکانی از مضحکه کت و شلوار توی گل بودن که مشاوران زاکانی عکس کفشای گلیش توی محل کارش رو تو اینستا استوری کردن که این دیگه داد خودی‌هاشون هم در آورد. بچه‌های تیم زاکانی استوری گذاشتن، بعد بگید اینا برای خدا کار میکنن. همش شواف. یه نمه بارون میزنه ما 1 ساعت با پادری کشتی میگیریم که یه وقت جای لگ نندازیم. این تصویر غیر از نشون دادن بیفکری و خودخواهی و حماقت هیچ ارزش دیگه ای نداره. اگر ایراد عکس‌های سری اول این بود که چرا چکمه نپوشیدی و چرا با لباس شیک رفتی توی گل، این عکس‌های دوم دیگه جای هیچ ابهامی باقی نمیذاشت که اینا هدفی جز ریاکاری نداشتن. آخه دوربین که دیگه اتفاقی روی کفش زوم نکرده، بلکه قشنگ میخواد برجسته کنه که ما رفتیم توی گل، الان داریم میریم جلسه 40، یعنی دیگه کارمون رو کردیم و بقیهش به امان خدا. تو کل تهران یه دونه چکمه پیدا نمیشه زاکانی موقع بازدید از دماوند پاش کنه. خودشون از این سطح از ریاکاری خندهشون نمیگیره، به طرفداراشون حالت تهوع دست نمیده. چکمه که هست، عقل و شعور نیست که ازش استفاده کنن. اینا اینقدر که حتی بلد نیستن چجوری ریا کنن. بیچاره نظافتچی، دوربین و عکاس و فیلمبردار خبر کردن چون عجله داشتن جهادی کار کنن چکمه نبردن. تو این وسط رئیسی جلاد هم که بجز وعده درمانی کاری از دستش نمیاد، خودش انداخت وسط معرکه تا مثل بقیه خودی نشون بده که البته از واکنش کاربران بی‌نصیب نموند. مثل این توییت که از قول رئیسی نوشته: چرا زاکانی رفته توی آب؟ ولم کنی، منم میخوام برم. ننه جون میری گلی میشی، آخه تازه لباساتو شستم، ذلیل مرده. حسودخان آخرش کار خودشو کرد، زد به گلولای. از اونجایی که اعتراضات مردمی نسبت به بیعقلی و سیاست‌های ضد مردمی حکومت آخوندی داشت بالا میگرفت، دیگه خط اومد از بالا که هر کی از مقامات نظام میتونه با ربط و بی ربط بره یه خودی اونجا نشون بده که مثلا ما هم همدردیم. ولی این حرکت هم به جز طعنه و اعتراض ملت دستاوردی نداشت. اون مقدار گلی که این نماینده ها با لباساشون از منطقه سیل زده خارج کردن مفیدترین کارشون تو کل دوره نمایندگیشون بوده. دلقک‌های مجلس شورای اسلامی. انصافا نمایندگان مجلس اونجا چی میخوان؟ سیل به شما چه ربطی داره؟ لامصبا دیگه چرا صف میبندین که عکس بگیرین؟ یه کاری نکنید که آدم هرچی هم که بخواد خوشبین باشه نتونه. هر چقدر شعاف نمایندگان مجلس انقلابی در بهبود آب سیستان و بلوچستان تاثیر داشت، همون قدم در گل موندن اونها وضعیت آسیب دیدگان سیل امامزاده داوود رو بهتر خواهد کرد. کشور باید با شعور اداره شود، نه با شعار و نمایش. خلاصه اینکه این شعاف مقامات حکومتی که فقط یه سر به اونجا زدند و با لباسهای گلی عکس یادگاری گرفتن، انقدر تو بین مردم رسوا بود که رسانه‌های حکومتی هم مجبور شدند این واکنش رو منعکس کنند. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی از باند رقیب اینطور نوشت: برخی از کاربران فضای مجازی گفتند در چهره این افراد نه اثری از غم و دلهره مردمی بود که سیل خانه و زندگیشون رو نابود کرده و نه نشانی از خستگی آن امدادگری که بی‌ادعا در حال کمک به مردم است.
تنها شباهت اینها با مردم سیل زده و امدادگران زحمتکش فقط پاچه های گلی است، وگرنه کدام انسان سیل زده‌ای در این شرایط به فکر انداختن عکس یادگاری است. همین موضوع در سایر رسانه‌ها هم سوژه طنز و تمسخر شد. در باران‌های سیلاسا هم سازمان هواشناسی دیر هشدار داد، هم زیراب زیرساخت‌ها خورد و هم منابع آبی را مدیریت نکردیم. فقط عکسای خوبی گرفتیم. در واقع چیزی که در این جریان برای همه روشن شد، فرار به جلوی مقامات حکومت آخوندی با گرفتن ژست همدردی در صحنه بود برای پوشاندن نکرده‌های خودشون از کارهایی که باید می‌کردند تا جلوی این همه خسارت جانی و مالی رو بگیرن، ولی نکردند. زاکانی همان کاری را می‌کند که سیستم تحت عنوان کار جهادی از مدیرانش می‌خواهد. به جای پیشگیری و مراقبت در برابر بلایای طبیعی، با کتشلوار و کفش به آب بزنی و با همان وضع گلالود راهی جلسه ستاد 40 شوی. در واقع برای جبران بحران دستاورد و ناکارآمدی دست به ریاکاری سیستماتیک بزنی. در واقع ماجرای اسفناک سیل اخیر و واکنش نمایشی مقامات آخوندی فقط یک شکست به سریال شکست‌های پی در پی رئیسی در یک سالگی دولتش اضافه کرد و یک بار دیگه نشون داد که این دولت هم در ناتوانی از حل مشکلات مردم هیچ فرقی با دولت‌های قبلی حکومت ولایت فقیه نداره. روزی روزگاری در فینیتو سیل سختی بیامدندی. کد خدا هم دوربین ها را صدا کردندی تا خودی همی نشان دهند. ریس ریس بیا اینجا یک سلفی با هم همی بگیریم. کد خدا آقا، منظره پشتمان خوب می باشندی؟ کد خدا شلوار من همی گلی شدندی، زود باید تمامش همی بکنیم مندی. آخ کد خدا آقا، نقشه من نگرفتندی، الان کله من را می شکنندی. اهالی فینیتو اینقدر بدحجابی کردید، اینقدر فریب دشمنان نظام را خوردید، اینقدر اختشاش کردید که آخرش سیل آمدندی. کت خدا زرت و پرت همین نکن، جنگل و کوه و زمین را تو خوردی، حریم رودخانه ها را تو ویران همی کردی. حالا که سیل آمده ما مقصر شدیم؟ جزمه ها کجا می باشندی؟ بگیرید این محارب سیل ساز را. بذارین اهالی کمر راست کنن، اون چنان بالای سرت بیارن که اون سرش ناپیداست. دوستان عزیز، با آرزوی بازگشتن شادی به قلب‌های همه هموطنانمون و تحقق ایرانی آزاد و شاد، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم که این برنامه پیک شادی هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. دلتون خرم و لبتون خندون. شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. هر پنج شنبه با ما پیک شادی.